روز 11 نوامبر در اینجا شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سران 5 کشور ترک زبان ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان سر یک میز بنشینند و دورنمای سازمان کشورهای ترکی را بررسی خواهند کرد. دولت‌های ترکمنستان و مجارستان همچون ناظر در این همایش اشتراک خواهند کرد. قبلا رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه گفته بود که با همتاهای خویش همچنین در مسئله و معماهای بین المللی صحبت خواهند کرد. هرچند منظوری او از مشکلات بین المللی معلوم نیست، ولی برگزاری این همایش در پس منظر حمله پی در پی روسیه بر اوکراین و وضعیت فعلی آن توجه دیگر کشورها را به خود جلب کرده است. این همایش در حال برگزار می شود که سازشنامه بر سر تقسیم زمین‌های آبانبار کمپیرآباد در مرز ازبکستان و قرقیزستان سر و صدای زیاد برپا کرده است. همچنین برخی از مقامداران کشورهای قرقیزستان برای حل مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان و برای علامتگذاری سرحدی خواهان مداخله سازمان‌های بین المللی گردیده بودند. ولی کارشناسان رسمی و آگاه از برنامه پیشکی این همایش میگویند احتمال این موضوعها بررسی نگردند. ببینید، ترکیه اعضای سازمان ناتو است. آذربایجان و چند دولت دیگری ترکی اعضای ODKB می باشند. از این نگاه در اینجا مسئله حربی سیاسی بین سازمان دولت‌های ترکی نباید بررسی شود. تاجیکستان با دو کشور عضو سازمان کشورهای ترکی، ازبکستان و قرقیزستان مرزهای مشترک دارد و دومین قومیت سراهالی ترین بعد تاجیک زبانان را در تاجیکستان ترک زبانان تشکیل میکنند. کارشناسان حدس میزنند که در همایش‌های من بعد نمایندگان دیگر کشورهای دارای اهالی ترک زبانان نیز به حیث ناظر اشتراک خواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.